نمیتونم. چی خیلی از فرزندم روی میگردم. رو نمیگردم، تنها یک دو روز. وگرنه به این طاقت کرده نمیتوانم. به این هم 2 روز پیش جعفرش وفات کرد. باز اگر فهمد که فرزندش را گم کرده است، بعد به او میفهمانیم. البته دخترمان را میگیریم. قول میدیم. مگر دختری من نیست؟ مگر جان و جگری من نیست؟ چیکاری کرده باشم؟ برای پسرم کردم، چون که او را دوست می‌دارم. انسان از جانش، از فرزندش رو میگرداند. مگر من او را تولد نکرده باشم هم کسی گفته نمیتواند که تو مادری او نیستی. نمیتواند. مادر هستم من، مثل همه زنها مادرم. من میفهمید. از فرزندم رو گردانده نمیتوانستم. اینقدر سال او را کلان کردم. آخر با او مهر بستم. اکنون پدرش پیدا شد گفته از رو گردانم. از همین سبب به واسطه ادوکتم یاسین آنها را یافته قصد جانی پدر تکین را کردم. جناب یاسین، شما با صادر کردن جنایت عیبدار دانسته شده. چی؟ حقوق خاموش بودن را دارید. فکر کردم که اگر جناب یوسف بمیرد، پسرم نزد من آمده دیگر از من دور نمی شود. اگر شما می بودید چیکار می کردید؟ مگر همین خیلی ساده نگاه می کردید؟ کی می خواهد که فرزندش از او جدا شود؟ کی می خواهد؟ کمک هایتان بی پاداش نمی ماند. در سود همه آنها به نظر گرفته می شود خانم خندان. پدر، اکنون رفته می توانیم؟ لبای من عریضم را نوشتم. بیایید می رویم. کنار ما رو انتظار است. فهمیدم. همان زن گفته است. زود از اینجا می رویم. ماهیر می رویم. ما را فروختن. بچه ها سود باشید. از اینجا می رویم. سودتر می رویم گفتم. چیکار میکنیم؟ یک مدت گم میشویم. بعد 3 روز در جای همیشگیمون ما میخوریم. فهمو؟ راحت سفید برادر. از تو هم باز نکردم. نوریدیم. ایست! تسلیم شو! ایست! سلاح از رو بردار. تسلیم شو!
پاتروپر تو تسلیم شو. محیل شموس شموس نایس گریز من میرم پول من تمام من قسم که برای این کار جواب میدم. من قصاص میگیرم. پدر چی نمیروید؟ من باید کار رو به انجام رسانم. پینور بی‌صبرانه انتظار شماست. بار اول که هممون یک جا میشویم. برای با جرأت به چشمان شما نگریستن باید این کار را کنم. این طور باشد بگویید یک جایی اجرا میکنیم. میگویم همه چی را به شما میفهمونم. کمی دیگر به من وقت دهید. بسیار خوب راه میگردید. انا همین قدر گفتم که اونقدر مشکل نیست. تشکر. من چی کار کردم؟ آقا میبینم از جایت خسته ای. بایوری استاد عمر پدرم با تکین کجایند؟ پینار باید ما صحبت کنیم. شما بخیر. یوسف فیرتالا شمایید؟ بله. مجبورید با ما بیرده. دخترم همه صحتند و خیر؟ کسی ضرر ندیده است؟ پدرم تکین میلک همه اش رو نگفتید؟ نه همش رو گفتم. پدرم چی تکین کجاست؟ آنها کجایند؟ می آیند. آقا باور کن آنها خوبند می آیند. همه این کارها از برای من شد. یک روی نمی کردم. کارهای بیاخلانا نمی کردم. هیچگاه خودت را ذکر نکن. هر کس خودش جوابگر است. این خطا رو خودم کردم. قریب بود که تو رو از دست دهم. اگر ما رو پسرخانه می گرفتید اینقدر بلا به سرتون نمی اومد. آرام باش این فکر نکن. روزهایی که با تو گذراندم بهترین روزهای حیات من می باشد. اگر یک بار دیگر به دنیا آیم باز تو رو پسرخوان می گرفتم.
چیزی میگفتید؟ سالها باز اینجا خالی است. خیلی شد کسی اینجا زندگی نمیکنه. شما صاحبانش رو میشناسید؟ آید به چیکار کردنشان، به کجا رفتنشان یگان معلومات دارید؟ یک عائله معلم میزیست. سالها گذشت. در یاد ندارم، اما یک شب همون مرد رو گرفته برد. همین خیل عائله پراکنده شد. زنی بیچاره با 3 کودک ماند. بیمار شد از دنیا گذشت. باز یک زن دیگر بود در همین خانه. با او چی شد؟ کم بیشتر خاطر دارم. یک کسی دیگر هم بود، اما کی بود؟ بعد چی شد؟ چی کار کرد؟ تماما در خاطرم نیست. شما کیستید؟ اونها رو از کجا میشناسید؟ بفرمایید پدر. شکر، رحمت با دعای شما. البته بگویید. با چشم پدر. البته پای نوریه رو میشناسم. چی ها میگویید؟ البته میروم. خودی حاضر با اونجا میروم. خواطر نشوید. البته پدر. با مادرم سلامم رو رسونید. با دعا. انیق از تکین شکایت ندارید خانم ملک؟ میدانم تکین پسری بد نیست، اما آخر شما را دزدید. مرا ندزدیده است. من خودم رفتم با خواهش خودم. اگر شکایت نداشته باشید ما نیز با او کار نداریم. اکنون ما رفته میتوانیم. کارمون تموم؟ خانم خندان در خصوصی شما یگان گپ نگفتند، لیکن من گمان دارم که شما در این کار دخالت دارید، اما دلیل ندارم. از همین سبب شما را جواب میدهم، ولی همه وقت زیر نظارتید، فراموش نکنید. برادرم، چطوری که ما را عذاب دادن من آنها را میخوام عذاب بدهم. اپای نوریا، این من اپا عمر خوب هستید اپای نوریا؟ چند سال شد شما رو ندیدم. عمر من میمیرم. اپای نوریا اینطور نگوید، این رو بغیر از خدا کسی نمیدونه. خدا میدوند، با بنده اش معلوم میشود پسرم. اپا ازلم کجاست؟ او هم اومد؟ اومد، مکتبش رو مونده اومد.
با من آمد والله جگرم میسوزد. اوچه جان خوراکتان узлам акай умар о машалло духтари калон шудаӣ чӣ кор кунам акай умар вақт мегузарад мо ҳам калон мешавем. خاطره های پیشین پسرم انسان در وقت مرگش به یاد میارد. اوچه چرا ناآمدند؟ چرا دوغم زنگ نزدند؟ پینار التماس آرام شو. آخر چند ساعت شد؟ حاضر می آیند خواطر نشو. انس خوب هستی دادرکم؟ ها؟ یگون گپ نشد آخر؟ خوبم خواطر نشوید. خودتون خوبید؟ بله خوبم. شد اکنون اینقدر فکر نکن. شد اگه شد. در نزد نرگس و ژله گناهکار شدم. تو هم نباید اینقدر عصبی میشدی. آخر دوستون پول بوده است. مرا دوست برآوردن آخر. بین باز عصبانی شده ایستاده ای. آرام شو عصبانی نشو خیر. اکنون پول را چیکار میکنیم؟ پول در دست من موند. با نرگس و ژله تحفه خریم چی؟ شاید مرا میبخشیده باشند. این تنها پولی تونست کو مانند میراث است. نه پرداخته می شود نه خراجات کرده می شود. کنی توانی به صنف تقسیم کن؟ نمیتونم. اوف خوب که پگاه تعطیل. ممکن تا روزی دوشنبه خشمشون میفراید و مرا میبخشیدن. دخترم چه خیلی است؟ خطا کرده. دختری دخترتان کسی دیگر است. خواهش میکنم پگاه همین را به دخترم داده میتوانید. مرا ببخشید امانت لیسته نمیتوانیم. عذر.
دیوانه چی تو؟ خوب کنی نخود روزی تعطیل اینقدر بر وقت خیزی درس پرس نیست درس نباشد هم من کار دارم. در حقیقت دیوانه بودی در این سحر چی کار داری؟ هم حضور در بیرون فقط پدر و مادران است بگو انتخابات است که گاه میفهمی ملش. خداحافظ. دخترم پدر؟ میروید؟ به تو گپ دارم. چرا میروید؟ دیروز به شما نگریسته اون خطایی که نسبت شما کرده بودم به خاطرم آمد. اکنون باید این خطا را اصلاح کنم. چه خطا بوده است؟ همیشه میگریزید. همیشه چیزی را از ما پنهان میدارید. این کوشش هایم برای باز از نو یک جای شدنمان، از نو یک عائله شدنمان می باشد. بین هم همین جوییم. یک جوییم کو. حالا نه. چه خیلی حالا نه؟ بین برای تو چی آوردم؟ این از اونی من؟ چرا حیران شدی؟ نمیدونم. فکر میکردم که یگون چیزی من در دست شما نیست. مگر تو فرزند من نیستی؟ مانند اکی و اپا. شما برای من امانت خدا و خاطر از مادرتونه. درباره مادرم کمتر گپ زنید. او را تماما در یاد ندارم. دکتران برای تولد تو اجازت نداده بودند. دو تولد مادرتان را خسته کرده بود. تو را از بطنش گرفتن خواستند، اما مادرت زید بر آمد. گفت که چیزی که خدا به من داده است کسی از من گرفته نمیتواند. بسیار خیلی وزنین بود برای او. باران میباری. تمام دخترم، تمام. کنی دخترم، غیرت کن. کنی دخترم، تمام. بس غیرت کن. آفرین. یک بار دیگر خواطر نشود، همش خوب نشود. مادرم میمیرم؟ نمیمیره. خدا خواهد برای شما یک رفیق دیگر میاره. خدا را شکر. تو را فرزندم را باز به من نصیب گردانید. دیگر چی خواهم؟ باز یک دختر دیگر. فکر میکردم که تماما من رو دوست نمیدارید. گمان میکردم که من از مادر پیدا نشدم. گویا من رو از بازار یافته باشید. مگر این طور می شود؟ تمام روز، هر دقیقه، هر لحظه در فکر خیال شما بودم. در مابین دو دیوار سنگین
حتی لحظه از گوشه خیالم نرفته. تنها همین طور به یاد شما توانستم اینقدر سختی را پس سر کنم. این طور باشه چرا نگفتید؟ چرا اقلا مکتوب هم ننوشتید؟ شرم کردم. این چی محبت است که شرمون رو پخش کرد؟ انس آسان نیست پدر. بعد این قدر سال آمده بودن یک جوراب و نقل کردن یک دو خاطره این کار رو حل نمی شود. غم و اندوه از دل نمی رود پدر. پرداخت سند. درد میکند؟ نه. نفس اکنون چی؟ کمتر. تمام. کمتر درد میکند. به انگوشن دیگر؟ خوب. نفس. بسیار نفس. زیاد شده؟ اگر وعده دهد که خودش را بسیار مولا نکرده از پی طبابتش میشد میتوانید به خانه روید. پیش از رفتن مرا بینید. خیر سلامت باشید. تشکر جناب ملی. خوش باشید. تا حال پدرم ناآمدند. به فکرم مرا دوست نمی‌دارند. آمده بودند. و این رو برای شما موندند. کی؟ همین سحر این رو موندند و با من صحبت کردند. اینها رو باشد به من دادند. مادرم وقتی طفلیم به من پوشانده بودند. این طور باشد این لختکی من است. اما تماما در یادم نیست. چرا اینها رو آوردند؟ چرا خودشان نیستند؟ گفتند که باید یک کار رو حل کنم. و بعد گفتند. بعد چی گفتند؟ بعد گفتند که یک عائله می شویم. یک عائله بی نقصان. اما همین طورم هست. هممون یک جاییم. دخترم میبروی؟ بله بابا جان. پینا رو در بیمارخانه دریاب کردن میخواهم. بخیر است انشالله. کی باشه در این سحر؟ سلام معلمه. سلام اماکی جمال. سلام بخیر است. چی شد مرد؟ یگان واقعه؟ خوب هستم. تنها از شما یک خواهش دارم. چی بوده است آن خواهشت؟ معلمه این همون پول است که با هم سینفو به دست آوردیم هفته گذشته برای مکتب. حتی پولی که سببگوری رنجیدن رفیقانمون گشت. گفتم با این پول در باغچه شما اماکی جمال یک خوراک پزیم. با هم سینفو استاد علی و معلمه پینور رو هم دعوت میکنیم. هم یک اظهار تشکر با استاد علی و باز با مناسبت شفای یافتن معلمه پینور و یافت شدن پدرشان. چه خیل میشود؟ بسیار فکری عالی جناب. من هم با اجازت شما یک مقدار پول اضافه کردن میخواهم برای باشکوه شدن دسترخوانم. خانه امون هم نورانی میگردد. فکری عالی جناب. بخیر باشد. اپای نوریه بعد مرگ همسرشون با عرفه برگشتن کو؟ ها در دستشون کودک داشتن. وضعیت کمی ناگوار شد پدر. فکر میکنم که آن سیره که از همه پنهان میداشتیم فاش میشود. اپای نوریه به این تاب آورده نمیتوانم پدر. میمیرند، هلاک میشوند. والله نمیتوانم پدر. آنها رفیقان نزدیکی من هستند. نسبت آنها حرمتی به اندازه دارم. حالا بهترش به من دعا کنید که خدا فرصت مناسب برای حل این کار دهد. ها تمام.
خواهیم نخواهیم آشکار می شود. اما می خواهم کسی نرنجد. تکلیف من همین پدر. دیگر از شما چیزی گویید به چشم. یوسف یکی داغلو شمایید؟ بله، حجت هایمون هستند. حجتی که اون است. در خانه سالها باز کسی زندگی نکرده است. ولی شما 2 زن و 4 کودک هم به قید گرفته شده است. به کجا رفتند؟ در قید کجایند؟ آنها به یگان جا که کوچیدند باید در قید باشند. حجت را نگرفتند. زود رفتند که ما خبر نیافتیم. یعنی با ما معلوم نیست که به کجا رفتند و در کجا به قید گرفته شدند. قربان شما، یک بار دیگر بینید. خواهید به اداره شناسنامه دیگی برید. اگر از آنجا شناسنامه گرفته باشند به شما معلومات خواهند داد. تشکر. سلامت باشید. یک کسی دیگر رو پرسم. خدیجه نسبش در یادم نیست. در محله دایگی میکرد. پای خدیجه؟ او رو میشناسید؟ حالا در محله زندگی میکند. خطا نکنم بعد بردن شما آنها کچیدند. ادا نگویم دنیا بیاکیر گویم در یاد ندارم آخر. خوب بودند آخر اپا؟ خوب بودند؟ خبرشان را گرفتیم. آیله شوهرش کلان بوده است. خدا را شکر آنها را صاحب برآمده است. تشکر اپا جان، تشکر. اکنون دیگر مرم هم بیغم میمرم. بیایید هموطنان، بیایید حسیدها از ایران بیدار بیایید. بیایید هموطنان، آفرین خیلی بیایید مرحمت. مرد شو فهمیدیم که یک بیعقلی کردیم. چی اکنون همین خیلی غمگین میستی؟ شما از من خفه نیستید؟ یعنی تو و نرگس به فکر من شما رو رنجاندم. خفه شدیم اما همه خطا میکنن. همین طور نه؟ فکر یک جای تعام خوری هم بد نه. یعنی من رو بخشیدید؟ هی هولویست، اینطور خلاص شده نمیتوانی. پیش از امتحان متماتیکا به ما درس میدهی؟ البته درس میدهم، چرا نه؟ این طور باشد خوب. آی جناب. استاد از شما یک خواهش دارم. گوش میکنم استاد. یک دختری مکتب خون داریم. مادرش بیمار شده است. به استانبول برای طبابت آمدند. از درسهایش خفا میموند. به طور رسمی به مکتب قید نکنیم و در صنف شما خواند می شود. از درسهایش خفا نماند میگویم. البته استاد، با چشم. تشکر استاد. پدر فکر کردم دیگر نمی آیید. از ما دور می شوید. دیگر نمی روم، اما وقت یک جا میمانه. خوش آمدید پدر جان. خوش باشید پسرم. شما رو پزمان شدیم پدر جان. حتما صحبت کردن ما لازم. خبرهای خوش دارم، بسیار خبرهای خوش. خبرهایی که ما را یک عائله میکنن. پدر؟ پسرم حالا هم از من خفه هستی؟ من چقدر از شما میرنجم. آخه شما پدری من هستی. شما رو من پزمان شدم پدر. تو باید این درد و غم را ببینی. خطا کرده. دختر را کسی دیگر. پدر 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 پسرم پدر مرا گوش کن. یک چیز را گفتن میخوام. سر را گفتن. یاری تنجیل رو جزنید. وقت نیست. جوهرم در مکتوب همش نوشته شده است. پدر خاموشید، خودتون رو خسته نکنید. او را یاب. چیزی که میتوانم به شما گذارم. امانتم همین است. جوهر را یاب.
پدر جون هندردیم تشکر بینور بسیار در غم و اندوه است امک جمول. حاضر با او تقدیر گویم نمیدونم چی میگفته باشد. تمام مخلوقات روی عالم مرگ رو میچشد، اما این واقعه رو به اشک چشم سوزش دل پسی سر کرده نمیشود. هر کس نمیتواند استاد. البته، اما اگر ما این رو درک نکنیم واقعه ها ما رو مثل برگ‌های درخت در نزد شمال پیچ میگرداند. این چی مانو دارد؟ بعضی درختان هستند که سیربرگ میباشند، در سایه آنها نه علف میسبزد نه سبزه میروید. این قانون طبیعت است. اکنون درخت سیربرگ را گنده گوییم. چرا استاد؟ در طبیعت همه چیز جای خود و همه چیز وظیفه دارد. بینید، ما بر این انسان‌های پیر بعضا مثل درخت سیربرگ میشویم. برای رشد و کمال فرزندانمون آنقدر کار کرده نمیتوانیم. نیت خوب بعضا عاقبتش ناخوش میشود. خدا به شما پدرتان را فرستاد، او را دیدید، فهمیدید، اما از روزی که من او را میشناسم خدا رحمتی بسیار انسان مبارک پاک بودند. شما نیز مثل او یکی از بندگان بهترین خدا هستید. کی میداند ممکن اگر این عائله باز یک میشد یکی دیگری را فشار می آورد. مانند آن درختی که زیرش چیزی نمی روید. بله، ممکن اون وقت قلبهایتان می شکست که دیگر پیوست کردن مشکل می شد. تقدیر را چقدری که با چشم خیرت نگریم همون قدر حکمت آن را خوب می فهمیم. درست، همه چیز در اصلش زیباست. بله بله، راست. اکنون به شما طاقت و تن دادن و تقدیر می باید. خدا به شما صبر جمیل عطا کند، به راه راست هدایت فرماید. آمین. 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 حیات در برابر شیرین و گوارا بودنش دارای غم و اندوه نیز هست. چه خیلی که زیبایی به ما چیزی را میفهماند، غم و اندوه نیز حکمت دارد. اصلا زیبایی یا خوبی فقط در آخر معلوم می شود. سوزندارو کردن آدم را درد می دهد اما شفا می بخشد. خوراک با مزه را از حد زیاد خوردن به معده ضرر می آورد. واقعه هایی که در حیات جریان می یابند نقشه است که همش برای ما رحمت است. این است که غم با شادی آنقدر از همدیگر دور نیستند. بچه ها، پیران این را لطفشم خوش، قهرشم خوش می گفتند. یک مدتی از هم جدا می شویم اما زود باز وا می خوریم. در این لحظه ها ما باید وظیفه انسانی خود را به جا آوریم. استاد، این همش وصیت عمک یوسف بود. همین خیلی گفتند. نمیدانم جیرین،
من هم مثل شما هر روز یک چیزی نو می آموزم. استاد شاید اماکه یوسف به شما میراث گذاشته باشند. بعضا در فیلم ها میبینیم همین خیلی. اگر تو در جای من می بودی و در حقیقت برای تو یک مقداری کلون پول میراث می آوردند، خرسند می شدی؟ از قفای گذشتگان دیگر کار کرده نمی شود. از همین نقطه نظر شکایت هم نمی کردم. خوب، درس گرفتن چی؟ از آنها چیزی را آموختن چی؟ فانی بودنمان رو چی؟ کوتاه بودن حیات را و از خفای آن بودن مرگ را چی؟ آیا در نزد این درس حیات یک چیزی مادی قدر دارد؟ میراث گذشتگانمان برای ما قدر و قیمت بی اندازه دارد، اما شرط نیست که آن پول باشد. اگر با چشم خیرت نگریم آنها به ما میراث گرانبهایی گذاشتند. از همین سبب از شما خواهش دارم که والدینتان یا نزد من آیند یا به من زنگ زنند. آخر استاد من چی گفتم؟ برای همین قدر گپ؟ تنها برای این نه امره. میخواهم با آنها آید به یک چند مسئله صحبت کنم. مرحمت. سلام استاد. این کس همان طالبه که به شما گفته بودم. بعدی مصلحتمان او را آوردم. نامش ازلم. خوش آمدی ازلم. خوش باشید. بچه ها، خواهرمان ازلم یک مدت در صنفمان میخواند. حتی صحبت نکردم. پدر گفته نتوانست. سرم را بالای زانویشون نگذاشتم. باید رفته در خانه استراحت کنی پینار. وجودم میسوزد عمر. جانم درد میکنه. در یکان جا نمیابم. میدونم برای زنده ها وزنین است، اما زندگی دوام دارد. کار کرده زندگی کردن لازم. حالا میخواهم وصیت پدرم رو به جا بیارم. آن جوهر رو بیابم. چرا از ما آن رو پنهان میکردند؟ چرا هیچ چیز نمیگفتند؟ میتوانم گویم که وقتی فهمیدید حیران میمونید مانندی من. شما میدانید که پدرم چی رو گفتند؟ بگویید جناب عمر، پدرم چی رو در نظر داشتند؟ مرا ببخشید. میدونم اما گفته نمیتوانم. چی؟ گفته نمیتوانم پینا. فهمانده هم برای اون که خوب نمیشود. چرا گفته نمیتوانی؟ چه خیر گفته نمیتوانی؟ آخر وصیت پدرم است. باید آن را یابیم. چرا نمیگویی؟ مرا بفهم. گفته نمیتوانم. ببخش. با او مینگرم و دلم میسوزد. من یک چند مراتبه گپ زدنی بودم، اما با من گپ زدن نخواست. برادر مگر آسان است؟ جگرت میسوزد، اما نمیدونم چرا این طور میگردن. اگر به جای آنها من میبودم کیها با گفتن جوهر میبرآمدم. چی خیل جوهر؟ جوهری که اما که یوسف گفته بود. بیا بس کن. جورا مگر نگفته بود که جوهر دارم رفته و بده؟ انا همینجا قید میکنم اگر یک صندوق طلا نباشد نامم امره نباشد. آدمانی کهنند آنها، کهن. اگر در اول با اهل صنف اونس نگیری زیخ نشو. همه‌شون پسرانی خوب هستند. دیری نگذاشته با تو دوست میشوند. خوب استاد، برای وظیفتان قبول کردن من به شما تشکر میگویم. نمیارزد ازلم. در صنف ما برای همه طلبه ها باز است.
حاضر باید روم پگاه صحبت میکنیم خب؟ مایلش استاد. چی شد؟ چرا در استرابی؟ اکا میدونم. کی؟ چرا میدونند؟ آرام شو. عمر وصیتی پدرم رو آن جوهری که پدرم گفتند چی بودنی آن رو میدوند. آن چی بوده است؟ من هم عیناً همین رو پرسیدم اما با من نگفت. هرچه پرسیدم نگفته بر اومده رفت. خدای توبه تو آرام شو. من خودم با او گپ میزنم. از کجا اومده؟ از خفا. پدر در دولت کار میکند. پدر من جای کارش رو زود عوض میکند. هر سال مکتبم رو تغییر میدهم. پدر من عسکر بودند، شهید شدند. اوه ببخش، نمیدونستم. تو رو غمگین کرده نمیخواستم. هیچ گپ نی. مو از محله استاد عمر میباشیم. مادرم با آنجا کلین شده رفتند. بعد وفات پدرم ما رو به هیچ کجا رفتن نگذاشتند. مانند فرزند خود نگاه و بین کردند. پس چرا به استانبول اومدید؟ مادرم بیمار شدند. گفتند تنها در استانبول طبابت میکنند. اهل و عیله ما رو به اینجا فرستادند. البته مادرم رو تنها گذاشتن نخواستم. من هم با او آمدم. تشکر به استاد عمر که نخواستن از درسایم خفا مانم. مرا به صنف شما آوردند. پدر من هم دکتر اگر لازم شود. تشکر. دکتران همه نوی طبابت رو کردند اما میگویم که انیق در این کار خزینه موجود است. من میدونم. بیامال از برای خدا. شما آدمانی کهنه را نمیدونید. اولها بانک نبود. میبود هم غارت میکردند. پول رو در کجا میموندند؟ البته تیلا میخریدند. تیلاها رو در کجا میموندند؟ در تگ زمین. سودند ها؟ همین خیلی میمونند که تو رفته یک بیر زنی و اون رو یابی؟ آخیر یک اولوت تیلایابی میشودن؟ اگر اون رو من نیابند در کوچه خر بر این هنگاس میزنم. کجا رو میکوبی؟ زمین نزدی حولی. عادتا اونجا میگرانند. من فکرم همون استو این خیلی اسباب داشت. آها سلامت باش. دویدیم زود. کجا؟ خانه ما خریطه میسوزیم. پگاه اول من از دیوستون میرویم. من میدونم او این آلات را دارد. زود باش زود راه گرد. وقتی که مرگ نزدیک می شود زمانی گذشته به خاطر انسان می آید. اینطور نگوید اپی نوریا. عزلم غمگین می شود. ای عزلم قربان او شوم. سحر رو در دستم داده بودند. من از درد بیهوش بودم. تماما در یادم نیست. باور کن. چشمانم رو کشادم. دیدم که یک دختر نازنین. به خود گفتم برای این دختر باید زندگی کنم. او رو خوب تربیه میکنم. این عکس کیست اپی نوریا؟ برادرم با زنش. برادرم رو هم یک شب گرفته بردن. دیگر تماما برنگرداندن. شبی که من عزلم رو تولد کردم. زنی اکام نیز دختر تولد کرده بود اما او نزیست. اوچه جانی من چه خیل باشد؟ آه چقدر قربانی تو شود. خوب هستم. کنی نقل کن چی شد؟ چی کار کردی؟ جواب نداد. شاید با کاری بند است. دانسته جواب نمیدی. یک گپ زدن نمیخواهد. این چیست؟ گرگی پیر. اما که یوسف گفته بودند که اول گرگی پیر رو یابید. این همان گرگ است. دیوانگی نکن. چرا نقشه شهر رو کشیدی؟ جوره این خریطه برای استو. برای آلات رو گرفتن فریب میکنیم که خریطه خزینه رو یافتیم. اول این رو مثل کوه نمیکنیم ها؟ چی هوا هم خریطه سازی رو به انجام نرسونده؟ گوش کن. خیال بافته نگویی که از خزینه یگان چیز به تو نمیدهم. گم شو. چه خیلی خزینه؟ تشنه در خواب آب میبیند. ایها خزینه اینجا بوده است. با من ده میگویم. با من ده. نراز نمیدیم. نراز. اولوتی خریطه کوه نکنی. سبی آبدار.
مادرم به شما در وقتی در حبسخانه بودنشان یگان مراتب مکتوب نوشتند؟ به گمانم نه، یاد ندارم. آدمی گفتگیشان در حبسخانه رفیقشان بوده است، یعنی گرگ پیر. اینقدر سال به کسی مکتوب نفرستاده است. این طور باشد پگو به حبسخانه میره، شاید او رو یابیم. در دستش یگان مکتوب یا وصیت‌نامه گذاشتگیستند که ناراست میگوید. رفت صحبت کنیم خوب میشود. به فکرم حاضر تنها همین کار از دستمان میآید. کسی ما رو میپوید. در کوچه کسی نیست؟ در حقیقت کسی نیست. بیا در حالت خوب است؟ وضعیت رو به پلیس میفهمانم. و فکرم این یکی از قاتلان پدرم. یک خوابی خیلی بد دیدم. با یادم شما آمدید و این پیام رو نوشتم. امیدوارم که خوب هستید. ببخشید.
یا دزد یا قاتل است. یعنی با دقت باشید. ما با کسی کار نداریم. چرا ما رو این طور میکنند؟ با فکرم با شما علاقه ندارد، اما با تکین ممکن. خانم خندان آنها را به ما خبر داد برای انتخاب تکین را هدف گرفتنشان ممکن است. تا دستگیر کردن ماهیر اگر خواهید به تکین محافظتگر دهیم، تنها نگردند. محافظتگر؟ شما چه ها میگویید؟ باشه من رو دیوانه نکنید. چیست در درونی این؟ نمیگویم. بینید اگر چیزی گنده باشد مرا شرمنده کنید از شما میرنجم. نمیدونم گفتم کو استاد علی گفتن من کردم. چیکار کردید؟ دخترم گفتن نمیتوانم. بعد استاد علی به شما میگوید. خیلی خوب که اومدید. خوش آمدید. مرحبا. این لفافه چیست؟ مگر درسی مکتوب نویسی میخوانید؟ بسیار درسی مهم است. من از روزی که خود را میشناسم مکتوب نوشته نمیتوانم. اما که جمیل بیاید مونه. والله نوشته نمیتوانم. راستش رو میگویم. نرگس دخترم مکتوب کمیه. درست را تیار نکردی؟ من پدر و مادری مکتوب نویس ندارم. اما که جمیل میگی؟ اهمیت نده رفته. بیچاره. مادرت این را دادن؟ بله به مکتب استاد علی میفهمونم گفتن. به من هم میشه گفتن. به فکرت چیز در درونش؟ والله نمیدونم. گمانم یگان چیزی خوب نیست. معلوم که این کاری استاد علی خیر است امکانی چی نگفته باشن استاد؟ استاد لبای از اومدنتون گپ نمیزنید. به یک قرار ناومدم. خدایا نمیدونم چی کار کنم. در کدام خصوص؟ میدونید وصیت یکه یوسف. میدونم دیشب کمی صحبت کردیم. این مسئله اونقدر نازک است که اگر چی بودن میراث و جوهری که میجویند گویند دو شخص آزرده میشوند. بالای این یکی از آنها در دم مرگ. اگر نگویم پنار و استاد علی از شما خفه میشوند. غیر از این معلمه اگر نگویم و اونها میراث را نیابند تا آخر عمر مرا نمیبخشند. شما میفهمید؟ میدونم که شما باید مراقچی بودن آن را دانستن میخواهید. بله استاد از مراق میمیریم. اوید به درسهایمون است استاد. و فکر من درباره والدینمون است. حاضر در کشاده می شود و آنها می درآیند استاد. نه تو این درجه نبوده بیسته. در درون این بچه ها میراث شماست. روزی که پدرم را کشتند شما نیز آنجا بودید و فهمیدید که چی گفتند. واقعا این به شما تاثیر رساند و شما هم مثل ما دانستن خواستید که آن جوهر چی باشد. همین طور نه؟ بعد من والدین شما را دعوت کردم و خواهش کردم که از حاضر به شما از همه چیزی عزیزشان را میراث گذارند. چی ها میگوید استاد؟ بی شوخی؟ این طور باشد برخ صاحب شرکت شد. البته برای یافتن میراث شما زحمت زیادی صرف میکنید. برای میراث را یافتن والدانتان در لفافه ها علامت گذاشتند. اکنون لفافه ها را گشایید. والدانتان در کجا بودن میراثتان را روی این خریطه نشان دادند. چرا ایستادید؟ لطفاً آن را یابید. رفتید. روزلان با رفیقانت نمیروی؟ من مکتوب ندارم استاد. مادرم هم به من میراث گذاشته نمیتوانند. چی همینجا میشینی؟ خیر نزدی مادرت را؟ شهر را نمیدونم. استاد مرا برده میارند. مجبورم تمام شبیه درس او را انتظار شد. گوش کن یک چیز. ما با تکین باید یک کار را حل کنیم.
تا آخری درس گشته می آییم. اگر خواهی با ما بیا. خدایا با من قوت بده. تنشان می آید. شما باز از من چی میخواهید؟ کنی گویید این چی از در دست تو؟ چه خریطه است ها؟ خریطه خزینه استا. چه خزینه؟ یک خزینه 2000 ساله. استا این خریطه 2000 سال پیش ساخته شده است. خوش کنی بحر سیاه را به من نشان ده؟ نشان ده. استا انا در زیر انگشتتون بحر سیاه جایگیر است. خوش شما از من چی میخواهید؟ شما یک اسباب داشتید همه رو میخواهیم. سید کنی آخرین خریده بوی سیب میکنند؟ استا شاید آن شخصی که 2000 سال پیش این خریطه رو ساخته است سیب خورده است. بوی همان است. دروغ نگوی. آیا خریطه ساز سیب میخورد؟ آخر خریطه سازی کاری جدی است. هم خریطه سازد و هم سیب خورد. این ناممکن است. این تمه را فریب دادن نمیتوانید. استا در این خریطه جای یک صندوق طلا نشان داده شده است. فقط یک آلات لازم است. راست؟ ایستاخیر زردک به من دانه دانه فهمون که من باور کنم و به شما اسباب رو دیهم. کنی گوش کنه دوستو. 2000 سال پیش یک آدم در امریکا با پولهایش طلا میخرد. در هواپیما شیشته به ترکیه میآید. در فرودگاه گرسنه شده سیمید میخرد. 2000 سال پیش در ترکیه سیمید بود مگر؟ بین خطایی منطقی مکن. او بخشی دوستو او را با لیموزین پیشواز میگیرد. بعد او رفته با ورتالیات رفته تیلوها را گور میکند و این خریطه رو میسازد. گیر کریم منش اولاد را میدیهم اما دیگر بی منطق کم نزنید که من میفهمم. خب برای کار نخواد 2000 سال پیش سیمید خورده باشد. آخر آن وقت تنار نبود کن. من استایم همین جاست. خزینه رو افته با استاد علی دهم با ما یگان چیز میدادگیست. چی گفتی؟ از کجا میدونی که اندی همین خونه است؟ چند روز شد که کار میکنیم جوره. از حجت استاد علی فهمیدم. رفتیم با مادهی چی تا هم کار فرمودین اسباب رو میدونی؟ باز نزنن موری. کار کرد.
میفهمم، اما این کار از دست من نمیآید. بسیار مشکل است. جناب علی، یعنی گرگ پیر این لقب است. شاید حالا هم در اینجاست. اگر از محبوسان پرسیم ممکن آنها دانند. کارگران با محبوسان مناسبت خوب ندارند. دانند هم نمیگویند. اینطور باشد اجازه دیگه درویم گپ زنیم. نمیفهمم. او خیلی وصیت پدرم. باید آن رو یابیم. اگر این گرگ پیر رو یابیم مکتوب رو هم یافتن وصیت پدرمون رو به جا میاریم. اجازه دادن نمیتوانم. رفیقان، اینجا حبسخانه دولتی، یگان جای دیگر نیکو. جناب مدیر راست میگویند. شاید درباره همزیستان پدرمان معلومات داده توانند. ممکن از آنها یگان تاشون آزاد شده باشند. رفته با آنها صحبت کنیم چی؟ انا این کارو میتوانم. دخترم، یکی از مسئولین را نزد من روان کن. کاش که از این زیاد از دستم می آمد، اما تنها همین را کردن می توانم. یوسف یگید آغلو بود؟ بله. بیا. حجت این محبوس را زود از خزینه گرفتن نزد من بیارید. فهم خوشت است. گرگ پیر شمایید؟ تو باید علی باشی. پسرک یوسف. گفته بود تو یک روز می آیی. در کجای اوز برار؟ گرگ پیر در کجای گرگ پیر؟ اوز برار؟ اینجا هیچی نیست امره. خدای توبه. امره چی؟ با اینجور نگاه حالا ایست جوره؟ نزدیک آمده گرگ پیر رو ایست میکنم. پیرش رو نه، اما جوانش رو یافتی. کنی؟ در کجا؟ انا اونجا در نزدیک خیلی نزدیک امره. عجبا پدرتون یا بابایتون اینجاست. از شما وای پیرتر جنابی گرگ. گورز استاد علی وقتی که این گپ رو گفتم در فکر اونم که برای دخترم جرینا چه چیزی قیمت باقی بود که بذارم. برای میراث گذاشتنم اونقدر چیز ندارم. یک همین خانه از پدر میراث مونده است. کمتر همون سر و پای برای تو تیار کردم. میدونی دخترم که در بابا ما پول نداریم. شاید در دهر کمتر زمین داشته باشیم، اما پول می شود یا نه مهم نیست. مال دنیا عاقبت نیست می شود. سالها باز مهنت کردم برای تو، اما وضعیتم معلوم. باز من فکر کردم که کارخانه و پولهای بانک را به تو میراث گذارم، اما خطا میکردم. اصلا همه این فرزنده میراث نیست. اگر استاد علی نمیشدند ممکن بود که این میراث بهترین را هم به شما گذاشته نمیتوانستید. از همه میراثی بهترین این خودی تو هستی پسرم. این رو نه با پول نه با مال و ملک برابر کردن نمیشود. تو برای ما اونقدر عزیز هستی که مهرمان را به تو بخشیدیم. تو اونقدر عزیز هستی که برای یک آهد تمام آب دیدگانمون را ریختیم. شبهایمون را سحر کردیم. روزی شد لقمه خود را به تو دادیم. مهرمان را برای طریق نداشتیم.
ما تو را از خود ساختیم، از تمام عالم. تو در باطنت تمام گذشتگان ما رو داری. تمام اون چیزی که ما میدونیم در تو هست و تو برای ما عزیز هستی. مادامی که تو نزد ما آنقدر عزیز و محترم هستی، از تو دیده دیگر چیزی عزیزتر نداریم که به تو میراث بخوانیم. تماما دیگر بودن که یوسف برای من محبوس نبودن. مدیر نفهمند، اما با او در حجرم نشسته چای می نوشیدیم. تا سر صحبت کرده می نشستیم. یک چیزهایی نقل می کردن که من در حیاتم اونها رو نشنیده بودم. یک شب پیش از با حجرهشان در آمدن به من یک مکتوب دادند و گفتند این مکتوب را نگه دار. در این مکتوب سیری من، جوهری من و آن میراثی که به فرزندهایم میگذارم پنهان است. روزی می شود که فرزندانم آن را آماده از دستت میگیرم. این حکام روز فرا رسید که به انتظار شوید. انا این هستم در مکتوب. گپ زنید. چی بود از اون جوهر؟ بینال. به این باور نمیکنی؟ علیم، گلشاهم، انسم. ممکن دیگر شما را نبینم. ممکن که دیگر چهره های زیبای شما را دیده نتوانم. همچو پدر این سطرها را می نویسم. اگر از اینجا برآمده نتوانم، روزی می شود که این دنیا را پدرود می گویم و شما را یافته نمی توانم. از این سبب این چیز را باید شما دانید. روزی می شود مرا جویان می شوید. به اینجا آمده مرا پرسان می شوید. آن وقت ممکن این مکتوب را به شما دهم. بعد تولد انس تقریبا 1.5 سال گذشته بود. شب بارانی بود. او خواهر من است. پاره از جگرم. بیهوش خواب است. نمیتونم. چی خیلی از فرزندم روی نگردونم. رو نمیگردونیم. تنها 1-2 روز. وگرنه به این طاقت کرده نمیتوانم. به این هم 2 روز پیش شوهرش وفات کرد. باز اگر فهمد که فرزندش را گم کرده است، بعد به او میفهمانیم. البته دخترمان را میگیریم. قول میدهم. مگر دختری من نیست؟ مگر جان و جگری من نیست؟ سالها باز به خود لعنت خوندم. همون شب به خانه همون آمدم. مرا گرفته آوردم. 1-2 بار با مادرتان رو خوردم. تنها همین قدر اجازت دادم. با 3 فرزند آنها را چه خیل به وایا میرسونم، چه خیل کلان میکنم. گفتم مادرتان به نوریه هیچ چیز نگفتم او دختری ما است، گفته گریست. اما تا نوریه این را نمیداند. عزلم را دختری خود میپندارد. رویا بی اگر رود و من اینجا بمیرم نبرمایم. اگر من نیابم البته شما یابید. وصیت من به شما آن همین است.